بنده اجازه دارم یه نخ سیگار بکشم؟ مگه شما سیگار میکشید؟ اینکه سیگاری باشم به طور دائم نه، متنفرم از بوش، متنفرم. نه من گاهی وقتی که یکی دو بس چیز میکشم یه پشتش یه دونه سیگار میکشم که به اصطلاح بزنه بالا، میچسبه بهم. چیز میکشید؟ یکی دو بس دریا که میزنم پشتش سیگار میکشم دیگه که بچسبه. حالا شما شاید تجربه ندارید، میچسبه خیلی. یعنی شما تریاک میکشید؟ اینکه معتاد باشم؟ نه متنفرم از اعتیاد ندارم. معتاد نه که شیشه کریستال تبش گرمه به خاطر اون. شیشه گرمه؟ بله شیشه طبیعتا گرمه، یعنی عناصرش به این صورت عمل میکنه که گرمه و تریاک نه شیره تریاک سرده. وقتی که شیشه میکشم گرم میشه بدنم، داغ میکنم، پشتش سریع باید تریاکو بکشم که آروم شم و بالانس شم. در واقع متوجه شدید؟ یعنی شیشه میکشی؟ اینکه اعتیاد داشته باشم مگه خودم احمقم؟ یه احمق فقط به شیشه معتاد میشه وقتی که کوکائین هست. کوکائین خیلی بهتره. یعنی کوکائین میکشین؟ نه همیشه که آدم میفته از زندگیش که نه گاهی یکی دو خط میریزم مثلا رو همین میز دماغی میرم. خب دماغی یکی دو خط میرم دیگه. دماغی میرین؟ آره نه پشت سرم نه، مثلا الان میکشم میره دیگه زودش یه ساعت دیگه. پشت سرم نه، مضر. هر ساعتی کوکائین میکشین؟ آره ولی نگران نباشین، به تنهایی نه، چون به تنهایی که بکشی سیری میاره دیگه، نمیتونی غذا بخوری، صورتم میفته، داغون میشم. هروئین لابلاش میدونم دارم چیکار میکنم. هروئین لابلاش تزریق میکنم چون هروئین کره خوری داره. آشنایین با این اصطلاح کره خوری؟ یعنی گشنت میشه. اینا رو باید بالانس میکنم با هم، یعنی گشنه سیری کنارش گشنگی، تشم این مقدار کراک مقداری میزنم که یبوست نشم. کراک میکشی؟ یبوست بگیرم چیکار کنم؟ بعد میایم در مورد حقوقم صحبت میکنم. برم